الان اومدیم اینجا در واقع به سمت فیروزآباد. اون بالا قلعه دختره که توی مسیر قرار گرفته که قلعه فکر میکنم مال دوره ساسانی باشه. جالبه این قلعه دختر. این قلعه هایی که اسم قلعه دختره همه جا هست. ما توی هر کشوری میبینیم، توی ایران، توی ترکیه قلعه دختر. قلعه مال دوره ساسانیه. تلکابین از اینجا میره بالا. قلعه دختر همه جا هست توی دنیا، همه جا. ترکیه هم هست. جالبه. آره دیسکولاسه وسط استانبول.